مسلمان نمایان تکنوکرات، رهاورتان چیست جز منکرات؟ شما گر نماینده مردمید، چرا مات و مبهوت و سردرگمید؟ شمایی که دین را به نان میدهید، کجا در ره عشق جان میدهید؟ نمایندگانی که از این امتند، خدا باور و تشنه خدمتند. اگر خشم دینی ملایم شود، در این سرزمین غرب حاکم شود. الا ای عارفان بی معارف، جهالت پیشگان شبه عارف. اگر فرهنگتان فرهنگ دین است، چرا آهنگتان کفر آفرین است؟ شما گر پیرو خط امامید، چرا دلبسته میز و مقامید؟